سلام. شهید سردار حاجی زاده عزیز که روحش شاد اعلام کردند که اگر تا 2 سال ما روزی 200 موشک بزنیم به یک رژیم خاص، موشک هامون تموم نخواهد شد. حالا یک باشگاه خاص هست که اگر تا 20 سال از فسادهاش، از دلالیهاش، از پولشوییهاش رونمایی بشه، تمام نخواهد شد. حالا این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. کد میدم برید بازی برگشت همون فصل همون بازی رو ببینید. سپاهان اخراجی داد، پرسپولیس تو آزادی بازی رو برد. برید ببینید با چه شکل برده. کد من در همین اندازه، فارغ از اینکه داورش کدوم عزیز بوده که رفیق منم هست.